داستان‌های ترسناکی که مردم توی توییتر به اشتراک گذاشتن. پارت 6. من به کار شب عادت داشتم. نگهبان یه هتل قدیمی بودم توی ایالت ایلینوی. همه چیز همیشه آروم بود تا اینکه اون شب لعنتی از راه رسید. ساعت حدود 2:45 صبح بود. داشتم توی لابی چرت می زدم که تلفن داخلی زنگ خورد. روی صفحه نوشته بود اتاق 327، اما اون اتاق خالی بود. ما هیچ مسافری اون شب اونجا نداشتیم. با خودم گفتم شاید سیستم خرابه. رفتم بالا، راه رو ساکت بود. در زدم، کسی جوابی نداد. کلید اصلی رو در آوردم و در رو باز کردم. یه بوی عجیب خورد توی صورتم، مثل گوگرد یا لاستیک سوخته. چراغو زدم، همه چیز مرتب بود. تخت مرتب، پنجره بسته. ولی وقتی به آینه روبروی تخت نگاه کردم، خشکم زد. با یه بخار تازه روی آینه نوشته شده بود: به من نگاه کن. هیچ کس اونجا نبود. دوربینای امنیتی نشون میداد کسی وارد اتاق نشده. حتی تلفن هم ثبت نشده بود. تا ساعت 4 صبح 3 بار دیگه تلفن اون اتاق زنگ زد. جواب نمیداد، فقط صدای نفس کشیدن سنگین می اومد. هفته بعد یه گروه تحقیقاتی برای بررسی اتاق اومد. منم باهاشون بودم. وسط کار یهو چراغ خاموش روشن شدن و سایه‌ای که مرد کوچیک درست وسط آینه افتاد. فقط یه لحظه بود ولی ضبط شده بود. بعد از این اتفاق استعفا دادم و دیگه هیچ وقت پامو اونجا نذاشتم.